470 میلیونی مشتری عزیزمون برای پتشو مبارکت بشه. بعد من و تو هنوز 470 میلیون تومان رو از نزدیکم ندیدیم، یعنی خاک تو سر من و تو پتم نشدیم. خیانت این نیست که آدم بره با دشمن ببنده، او یه نوعیشه. خیانت این نیست یه چیزی بخوای بخری پولشو ببری، اینم یه نوعیشه. خیانت این نیست که آدم در این جا قرار بگیره ولی او نباشه. من 2 تا خواهش دارم. اولی از مسئولین شهرداری که این سطل‌ها رو کوتاه‌تر بسازن تا او جوون، بچه، پیرمرد، پیرزنی که داره توی سطل دنبال رزق و روزیش میگرده کمتر اذیت بشه. خواهش دوم هم از مردمه که به جای ای که صدقه‌شون رو بندازن تو صندوق صدقات، بندازن داخل این سطل‌ها، چون اینجا واقعا میرسه به دست نیازمند.